پیامبر صلی الله علیه و سلم با ابو امامه گفتند آیا من به تو یک دعای تعلیم ندهم که اگر هر صبح و هر شام این دعا را گفتی الله حق سبحانه و تعالی هم و غم تو را دور می سازد و الله حق سبحانه و تعالی تو را از قرضها نجات می بخشد؟ گفتند بله یا رسول الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر صبح و هر شام بگو اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن و اعوذ بک من العجز والکسل و اعوذ بک من الجبن والبخل و اعوذ بک من غلبة الدین و قهر الرجال. ابو امامه میگویند بعد آنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این دعا را برایم تعلیم دادند و هر صبح و هر شام من این دعا را میگفتم، الله تمام هم و غم مرا دور کرد و الله حق سبحانه و تعالی مرا از قرض نجات بخشید.